کن برم اینجا. سلام شیر از قاضرون عزیزای گلم، خدمت شما که عرض کنیم امروز تصمیم گرفتیم یه قلیه ماهی مشتی درست کنیم برای خدا بیامرزه رحمتش کنه آقای محمد باقر دامی که فردا جلسه‌شن دیگه. ما گفتیم قلیه ماهی غذاش ما میاریم چون خیلی بچه‌های بوشه رسن که فردا تو جلسه هست قلیه ماهی هر کسی غذایی میاره. ما تصمیم گرفتیم قلیه ماهی درست کنیم چون ماهی زیاد داریم. خدمت شما عزیزان یک کاری گیشنیزی و هرزه ترباز ازت حرف میزنه. چه بوی میده، بو کازرون میده. گیشنیز به این خوشی 20 بحثه گیشنیز بعنیوی ای درچه نر بوی وطن سیکو به هرزه ترباز سیر تر که ای همه اینجا گیر تو نمیا. این سیر خود بو کاشته ایوه کار نداره سیر کاشتن. 2-3 سیر که بخری 4-5 تا پرش جدا بکن تو باغچه هم بخون. بعد 1 ماه میشه سیر. سیکو پیاز این پیاز نه اون پیاز این قدیام که بوات سخته میشه تحتاش بوس بکنی قد یک کینا نمیشه. یه نوتای پیازی هم بوس میکنی یا این طرح این اصلیشه. فلفل تندکو یعنی قهلیه ای خرم در ریا او دماغ راه نیفته قهلیه نی باید تند و تیز درستش کنی. این سیری هم که دیروز مکزیک خریدیم سیرکو این هم تمر هندی این شملی خودم خوش کرده همه خیلی چه معطل میگه. نمک این هم ادوهی که خودم درست کردم حیات تو باشه زرچوبه وزیره کوبیدیم و یه تا چی دیگه که نمیتونم بهتون بگم چون سیکرتی یعنی ای بهت بگم باید بکش من دیگه. بعد سیرکو میکنی تو هونگ و فلفل میکوبیش. حال سیچه باید تو هونگ بکوبیش. سیر وقتی که تو هونگ میکوبیش تیستش مزهش بهتره تا وقتی که با چاقو خوردش کنی یعنی تمام مزهش میادن. خب بیریم سر مویی. خدمت شما که عرض کنیم این مویی که میبینی این بهش میاد شاه مویی. این سید خود من اون روز رفتم به دریای 10-12 تاش گرفتم. حالا یه مقدارش با استخون استیکی سید استیکی میبریش با استخون اصلا ازت حرف میزنه به حرف تعامل. استیکی با استخون یک قسمت میشه اون بچه سسونایی که با استخون دوست ندارن رو اینجوری فیلم کنی سیکو ایجا سی گوشت حال سیچه مقداری با استخون سی استخون لحاب میندازه با مزه خوشمزه میده. یه روغن خیلی خوبی همیلیسی سرخ کردنش. یه روغن بعد نکنی ها که بو بعد بده روغن خوبو ای صورت نمیا بیام این روغن بسو کاسکو داره خیلی هم خوبه. خب ایشور مواد اولیه تهیه چی؟ قلیه ماهی. فیلم اول قسمت دوم طرز پخت و درست کردنش میشون تو میدیم. بیچه آهنگی بایی در خلوت تنهایی دل در دل من نیست کجایی به دل افتاده که میایی نزدیک همین جایی به به چه حس و حال و هوایی نوکر یکی که تو اسلام عشقم اینجا تو قلب و شیر کازرون بریم تو بعدی.